برای عده‌ای از مخاطبین سوال شده که جامعه هدف این شبکه چه کسایی هستند. نتیجه مشاهدات و تحقیقاتم رو تو دو عبارتی که برای اولین بار توی مقاله خوندم خلاصه میکنم. چرا هدف قرار گرفته شدی؟ یا فرد مهمی از دست تو خشمگین هست و یا اینکه تو برای سیستم مزاحم هستی. در ادامه این دو عبارت رو باز میکنم. پروژه‌های فریب و نابودی که من تو ویدیوی قبل توضیح دادم انگیزه ایدئولوژیک دارن و روش جذب و گسترش تشکیلات سری صهیونیست هستند. این مکتب زیرزمینی هم مثل هر مکتب دیگه تو دنیا به دنبال جذب منابع مادی و انسانی و قدرتمندتر شدن هست. اما چون یک تشکیلات بسیار سری هست و مثل مکتب‌های دیگه دفتر و ارگان برای تبلیغ و عضوگیری نداره، چنین روش مخوفی رو برای گسترش شبکه شیطانیش انتخاب کرده. اونها به دنبال اینن تا نظم نوین جهانی اعضاشون رو تو سراسر دنیا گسترش بدن و سازماندهی کنن. تو این راه شهروندهایی که با داشتن پروفایل روحی خاص امکان منیپولیت و فریب و جذب تو یکی از طبقات ماتریکس اونها رو نداشته باشه، مهر مزاحم یا uncomfortable for the system میخوره و به عنوان دشمن ایدئولوژیک این فرقه یک کاندید ممکن برای تارگت میشه. اما با وجود 8 میلیارد انسان و محدودیت ریسورس، سازمان اطلاعات اونها شهروندان مزاحم رو اولویت بندی میکنه و تو درجه اول افراد مؤثر مثل نابغه ها و صاحبان ایده، صاحبان سرمایه، اینفلوئنسرها و صاحبان شهرت زیر ذره‌بین اونها میرن. اونها اگه از پروفایل روانشناسی افراد مؤثر به این نتیجه برسن که این افراد با منابع انسانی و مادی که دارن هیچ وقت تحت کنترل شبکه اونها قرار نخواهند گرفت، اونها رو هدف حذف قرار میدن. شک نکنید هر کسی تو هر زمینه‌ای که تبدیل به سلبریتی شده عضو این فرقه هستش و آمریکا و ایران هم نداره، چون به غیر از این راه پیشرفتشون سد میشد و در صورت سماجت حذف میشدن. اگر از کلوپ 27 چیزی نشنیدید برید تحقیق کنید. لیست چند صد نفری سلبریتی هایی که همگی تو سن 27 سالگی یا با خودکشی و یا با سانحه فوت شدن و به کلوپ 27 معروف هستند. برای انتخاب تارگت های ایدئولوژیک من یه حدس دیگه هم دارم و با مشاهداتم این رو هم ممکن میدونم که افرادی با کارما و ویژگی های روحی خاص به اسم ایندیگو چیلدرن از طریق مناسک ماورایی که این فرقه بلده شناسایی میشن و با شکارشون تو سراسر دنیا تو نطفه خاموش میشن. خلاصه تئوری ایندیگو چیلدرن این هست که بعضی از مکتب‌های اسپریچوال معتقدند تو سده اخیر افرادی با ویژگی‌های روحی خاص به اسم ایندیگو چیلدرن برای اصلاح نظم غلط دنیا به زمین فرستاده میشن و این افراد به خاطر ویژگی‌هاشون به طور ذاتی دشمن صهیونیست‌ها محسوب میشن. در کنار دلایل ایدئولوژیک، عده‌ای هم مثل من به خاطر کینه شخصی عضو بالارتبه این تشکیلات ممکنه تو لیست تارگت قرار بگیره. افراد لیست تارگت ممکنه هدف آزمایش‌های سری و مهلک سازمان اطلاعات هم قرار بگیرن. اینا معیارهایی بودن برای انتخاب تارگت اصلی که با انتخابشون تازه ماجرا شروع میشه برای الک اطرافیان بیخبرشون. کسایی که تنها گناهشون خویشاوندی و یا آشنایی با تارگت اصلی بوده، چون همونطور که گفتم جذب تو این شبکه به صورت انفرادی انجام نمیگیره و به مرور تمامی اطرافیان تارگت اصلی زیر ذره‌بین اونها میرن. اونها یا با فریب و یا با پذیرش حقیقت مخوف با جذب تو این فرقه بر علیه قربانی همدستی میکنن و یا اگه ظرفیت همدستی بر علیه قربانی نداشته باشن مثل بستگان درجه 1 خودشون هدف قرار گرفته میشن و به این ترتیب دایره الک مدام در حال گسترش است. حقیقتا زبون من قاصره از توضیح و انتقال اونچه در راه زندگیم فهمیدم. وقایع زندگیم به من نشون دادن هر اونچه که از جادوگرا و مبارزه پیامبرا شنیده بودم و خرافات میدونستم. هر اونچه توهم توطئه میدونستم و مسخره میکردم عین حقیقت بوده. زندگی به من نشون داد حتی جمله کودکانه مراقب باش شیطون گولت نزنه هم عین حقیقت بوده. در اطراف ما شبکه شیطانی وجود داره که به کمک اعضای زمینی و ماوراییش در حال فریب انسانها و به اسارت گرفتنشون هست.